امروز 18 ایول در کنفرانس تالاری مهمانخانه شیرکند شهر ترسونزاده در موضوع ترغیب افراطگرایی دینی از طریق شبکه‌های اجتماعی بر راه‌های پیشگیری آن میزی مدور برگزار گردید. در این جمع آمد دیرکتور مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برات-زода، کارشناس مستقل سید احمد قلندرов، سردار ریاست اتحادیه‌های دینی، کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حسین شاکرов و دیگر مهمانان از مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین امام خطیبان مساجد جامع شهرهای حصار و ترسونزاده و ناحیه شهر نو اشتراک داشتند. یگان گرایش یا بیرون آمدن از مقررات و طلبات فقهی حنفی مبارک چیزی بیرون نیست. بنابراین شما همچون امام خطیبان مسئولای پیوسته و جامعه شخصانی مسئول هستید که میتوانید و باید بتوانید در تطبیق نمودن همین قانون، خصوصا در مسئله تنظیم نمودن چهارمه‌های عزاداری سیاست پیشگرفته پیشروی ملت رو تطبیق عملی بخشید. کارشناس مستقل سید احمد قلندرов ضمن کار میزی مدور گفت که یکی از اصولهای دعوت جوانان به صفحه حزب و حرکت‌های افراطی این استفاده شبکه‌های اینترنتی میباشد. ما پیش از همه باید زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم، گفت سید احمد قلندرов. و باز دلیل آخرین که 316 نفر از جوان دخترها و جوان مردهای تاجیکی اشتراک کردند یا در عرفه وارد شدن و قلمرو سوریه برای شرکت کردن در همین فتنه ها هدف داشتند. از طرف مقامات قدرتی ترکیه معین مشخص شدند و نقشه‌های استرداد آنها برگرداندن شد بین دولت ما و دولت ترکیه انجام شده. قسمت بیشتری عنعنه و سنت، رسم و آیین و جشن و مراسم‌های خلقی که امروز در بین مردم ما معمولاً محصول مرحله اسلامی است. اکثر این مراسم‌ها در طول صدساله‌ها به عنعنه ملی مردم ما تبدیل یافتند. در عین حال نباید فراموش کرد که رسم و رسوم خلقی تا اندازه با آیین و سنت‌های اسلام آمیزش یافته است که از هم جدا نمودن آنها غیر امکان میباشد. مقصد اساسی از برگزار نمودن این میز مدور از دو مسئله عبارت است. مسئله یکم این فهمانیدن نکته های اساسی سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ملاقات با فعالان و اهل جماعتچگی جمهوری در ارتباط با مناسبت دهمین سالگرد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان می باشد. در قسمت دومی میز مدور موضوعهای گوناگون از قبیل بنیادگرایی و خلافت اسلامی در سامانه‌های اینترنتی، تحلیل فعالیت برنامه‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اینترنت و دیگر مسئله‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار یافت. گزارش دلشاد رحمانов و ظفر حسنов برای برنامه اطلاعاتی خبر.